راهها پیوندگری نسل هاست. امروز طبق نقشه چاره‌بینی های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فیض آباد به استقبال سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در پیروی از اقدام‌های سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منفجرکنی راه‌های دهه‌های فیض آباد، جانورسوز و باغ ملی را آغاز نمودند. در این تدبیر مهم و آبادکاری رئیس ناحیه فیض آباد خالزاده با بیشان ارزولا اشتراک نموده ابراز داشتند که در همه جماعت و دهات ناحیه فیض آباد کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. بهره عملی گردیدن دستور سپاسگزاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امروز در قلمرو جماعت دهاتی به نام دستمراد علیف یکی از انشاءهای جشنی منفجرکنی راه دهه مرکزی جماعت ادامه یافته ادامه آن 2-3 روز یعنی دوام میکند. در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قرار رئیس ناحیه فیض آباد امروز طبق نقشه چاره‌بینی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه و نقشه چاره‌بینی جماعت ما تصمیم گرفتیم که زیاده از 5 کیلومتر راه مرکزی جماعت را منفجر نماییم.